أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما بخش یکم از کتاب العربیت بین یدیک را به آخر رسانیدیم با 6 درس و امروز درس هفتم را برای شما از بخش دوم کتاب العربیت بین یدیک پیشنهاد میکنیم. پیش از آن که به درس داخل بشویم، اولا برای شما شنوندگان میخواهم خوشخبری را برسانم که برادرانی که نامنویس کرده بودند برای تعلیم زبان عربی، الحمدلله فضل و کرم الله قطعی آنها امتحان سپاریدند که بعضی از آنها در روسیه و در دولت‌های دیگر و در تاجیکستان در گوناگون کشورها بودند، از ما خیلی دور هم که بودند، لیکن درس ها را دقت دادند و اهمیت دادند و با بهای عالی، حتی بهای آخرین درجه بها قطعی آنها امتحان سپاریدند و خود بنده انتظار این طور بها نبودم یا انتظار نبودم که آنها تا این درجه در زبان عربی سعی و کوشش میکنند، لیکن الحمدلله فضل و کرم الله قطعی آنها سعی و کوشش کردند و زبان عربی را چنان صحبت میکردن از خواندگیشان تا جای خواندهشان اگر انسان نداند و نشناسد فکر میکند که این عرب هست که صحبت کرده ایستاده است. خلاصه در حق همه اون کسانی که امتحان سپاریدن در حقشان دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی باز هم تا آخر کتاب شوق و محبت و رغبتشان را به زبان عربی به زبان قرآن الله سبحانه و تعالی زیاد بگرداند و همچنین الله سبحانه و تعالی برای کسانی که امتحان نسپاریدند و در آینده میخواهند که بسپارند و تعلیم گیرنده زبان عربی باشند یا زبان عربی را تعلیم میگیرند، الله سبحانه و تعالی برای اونها هم برکت بتید و همیشه با برکت باشند. پس این بود خوشخبری در این اول بخش دوم. این خوشخبری را در یادتان داشته باشید و انشاءالله باز در اول بخش سیوم این کتاب بعد از چند درس انشاءالله باز خوشخبری امتحان را برایتان خواهم رسانید که چقدر تعلیم گرفتند و چقدر فهمیدند از زبان عربی. آن کسانی که از درسای ما از یوتیوب استفاده بردند و زبان عربی را تعلیم گرفتند با فضل و کرم الله تبارک و تعالی. پس میگذاریم به درس امروزه خودمان. درس امروزه همان درس هفتم می باشد از ترتیب هایی که درس هایی که ما و شما قرار داده ایستادیم، درس هفتم می باشد. پس درس هفتم ما و شما شروع می شود الوحدة الثانیه. الوحدة الثانیه یعنی که بخش دوم. الوحده بخش، الثانیه دوم. وحده رو ما و شما درس گذشته چند درس ها، یعنی که بخش یکم در چند درس ها بودیم، امروز در بخش دوم گذاشتیم. یکم درس ما و شما یعنی که هفتم درس، یکمین درس از بخش دوم کتاب العربیت بین یدیک می باشد. پس موضوع این درس الاسرة می باشد. اسرة معنایش خانواده، یا به معنای وسیع‌تر بگیریم خویشاوندان نزدیک. خویشاوندان نزدیک را اسره میگویند یا خانواده را اسره میگویند. پس قسم یکم التحیت و تعارف بود، یعنی که سلام کردن و شناسایی کردن. اما قسم دوم درباره خانواده هست، درباره خویش تبار نزدیک هست. پس میگذاریم به صحیفه بعدیش. اینجا در این صورت هم همچنین اگر که ما و شما اهمیت بدیم میبینیم که یک خانواده نشستند و با یکدیگر صحبت میکنند. پس میگذاریم به صحیفه بعدیش که در صحیفه بعدی میآورد میگوید که الوحدة. الوحدة رو بارها ترجمه کردیم، یعنی که بخش دوم هست. بخش یکم رو خلاص کردیم، در بخش دوم گذاشتیم. الاسرة. اسرة چطور گفتیم؟ خانواده یا خویش تباری نزدیک. خویش تباری که نزدیک هست. الدرس العاشر، درس دهم ده هستیم. در کتاب العربیت بین یدیک ما و شما در درس دهم رسیدیم
لیکن از درسایی که ما و شما سلسله درسایی که انجام داده ایستادیم حالا در درس هفتم هستیم و درس دهم یا درس هفتم ما و شما شروع می شود العرض. این رو ترجمه کردیم، یعنی که تقدیم کردن و پیشنهاد کردن. الحوار الاول یعنی که گفتگوی یکم. انظر و استمع و اعید. انظر نگاه کن و استمع گوش کن و اعید تکرار کن. و استمع گوش کن می شود، همچنین اسمع هم گوش کن می شود. هر دوش معناش یک است، لیکن اسمع گوش کردن بی دقت را میگویند، استمع گوش کردن با دقت را میگویند. فرقیت در همین است و بس. پس بگذاریم به حوار، به گفتگو. در حوار میگوید که علی، اینجا حوار بین علی و عمار هست، یعنی که گفتگو بین علی و عمار هست. حالا ما شما در صفحه 28 از کتاب قرار داریم. در صفحه 28 میگه که علی میگوید السلام علیکم، عمار میگوید و علیکم السلام. این را ترجمه کرده بودیم، احتیاج به ترجمهش نداریم. و علی میگوید که هذه صورت اسرتی. علی میگوید هذه صورت الاسرتی. میگوید هذه یعنی که این ما شما در درس‌های گذشته گفتیم که هذه اشاره به مؤنث است، به زنانه است. به خاطر چی هذه آورد؟ زیرا که صورتو در آخرش ت است و صورتو مؤنث است، به همین خاطر هذه آمد. هذه یعنی که این صورتو صورت، این صورت اسرتی. اسره گفتیم خانواده یا خویش تبار نزدیک. اسرتی این یه درس گذشته هم بیان کردیم که یعنی من میشد. اسرتی یعنی خویش تبار نزدیک من یا خانواده من. پس معناش این است که هذه صورت اسرتی، این صورتی خویش تبار نزدیک من هست. پس عمار میگوید که ماشاءالله. ماشاءالله این در کار هست که انسان میپسنددش و خرسند میشود، پس این طور جواب میتید ماشاءالله، یعنی که هر آنچه را که الله بخواهد. این را در کاری که خرسند شدی، کار خرسند کننده ده، به این طریق جواب میگویی ماشاءالله. پس معنای ماشاءالله ما آن چیزی را، آن چیزی. شاء یعنی که خواست، شاء معناش خواست. الله تبارک و تعالی. ماشاءالله آن چیزی را که خواست الله، آن چیزی را که خواست الله. پس عمار میگوید من هذا. عمار سوال میکند، میگوید که من هذا. من هذا یعنی که کی هست این؟ من معناش کی، من معناش از بود، درس گذشته بیان کردیم. اما من معنایش کیست یا کی. هذا این یعنی که کیست این. هذا گفتیم اشاره به سوی مرد است، یعنی که مذکر. علی میگوید هذا والدی عدنان و هو مهندس. علی در جواب میگوید که هذا والدی عدنان و هو مهندس. این هذا یعنی که این، والدی پدر من. والد گفته پدر را میگویند. این یکی که در آخرش هست این یعنی که من. والدی یعنی که پدر من. نامش چی است؟ عدنان هست، یعنی که نامی پدر علی چی بوده است؟ عدنان. و هو مهندس. و میگوید هو یعنی که همین پدرش گفته است، وی یعنی که پدرش مهندسون انجینیر است. عمار میگوید که و من هذه، و کی هست این؟ اشاره به سوی کی هست؟ زن، مؤنث. پس میگوید که علی در جواب میگوید که هذه والدتی سعیدة و هی طبیبة. میگوید که هذه والدتی سعیدة و هی طبیبة. هذه این، والدتی یعنی که مادر من. والد گفتیم در بالا، والد معناش چی بود؟ والد پدر. در اینجا والدتی تکی در آمد مادر شد، مادر. والدتی یعنی که مادر من، سعیدتون که نامش سعیده هست، سعیده هست. و هی طبیبتون، و میگوید همین مادر من طبیبه هست، یعنی پزشک زن هست، دکتری زنانه می باشد. پس عمار میگوید و من هذا، و کی هست این؟ و کی هست این؟ و من هذا، و کی هست این؟
علی در جواب میگوید که هذا اخی عیسی و هو طالب. هذا اخی عیسی و هو طالب. پس علی در جواب عدنان، در جواب عمار میگوید که هذا اخی، این برادر من هست. عیسی نام دارد، یعنی که نامش عیسی هست. و هو طالب، و وی طالب هست، یعنی که استودنت است یا محصل است که تعلیم گیرنده هست. پس عمار میگوید و من هذه، و کی هست این، یعنی که اشاره به سوی زن شد. و من هذه، و کی هست این. علی در جواب میگوید که هذه اختی عبلة و هی معلمة. هذه اختی عبلة و هی معلمة. میگوید هذه اختی، یعنی که این خواهر من هست. نامش چی هست؟ عبله هست، نامش عبله. و هی معلمة، و همین خواهر من میگوید معلمه هست، یعنی که استاذه هست و درس گوینده هست. و هذا جدی، و علی میگوید که این بابای من هست. هذا، این جد بابا را میگوین. این یکی که در آخرش هست، یعنی که من. جدی بابای من هست. و هذه جدتی، و این مامه من هست. ببینید در اینجا ت دارد، این جده، بعد جیم و دال و ت، بعد جیم و دال حرف ت هست، این مؤنث است، زنانه هست. و این که ت ندارد مذکر هست، یعنی که مردانه هست. جدی بابای من، یعنی که جد معناش بابا. جده یعنی که خودش ت داشته باشد، مامه. جدتی یعنی که مامه من. و هذه جدتی، و این مامه من هست. عمار میگوید که ماشاءالله، ماشاءالله، یعنی که بسیار پسندش آمد. پس میگذاریم بر رسمی که در اینجا هست. در این رسم اگر ما و شما بنگریم، اهمیت بتیم، در این رسم میبینیم که اینجا جد یعنی که بابا، جد ای بالای بالا بابا هست. جده ببینید آخرش ت دارد، مامه هست. و سعیده نام مادرش بود، و عدنان نام پدرش بود، یعنی که سعیده نام مادر و عدنان نام پدرش بود. پس عیسی نام برادرش بود. و علی، انا همین علی، انا همین صورتی که میبینید خوردکک کودک، انا همین گپ زده ایستاده است با عمار. این علی هست، حاضر همین علی داشت صحبت میکرد. پس عبله گفتیم اپش است، یعنی که خواهرش، یعنی که اپش. و تاجیکی ما و شما اپا، یعنی که خواهر بزرگ، یعنی که اپش. پس در اینجا اخ نوشته است، این رو ما و شما خواندیم که برادر، اشاره به سوی برادرش کرده است. اخت کرده است، خواهر، اشاره به سوی خواهرش کرده است. این رو ما و شما در سوی گذشته خوانده بودیم. میگذاریم به صحیفه بعدی، صحیفه 29 از کتاب، کسی که کتاب را دارد. در صحیفه 29 در اول صحیفه ما و شما ببینیم نوشته شده است که الوحدة الثانی، یعنی که بخش دوم، الاسرة خانواده یا خویش توار نزدیک، الدرس العاشر درس دهم. حاضر ما و شما در کتاب العربیة بین یدیک درس دهم در رسیدیم، اما درسایی که سلسله درسایی که برای شما پیشنهاد کرده استادیم این درس هفتم می باشد. پس در اینجا میگوید که المفردات گفتیم واژه ها یا کلمه ها. عرض یعنی که تقدیم کردن، اینا رو ترجمه کردگی بودیم. انظر و استمع و اعید، نگاه کن و گوش کن و تکرار کن. پس این چیزها را شما برادرانی که گوش میکنید خوب اهمیت بدید، گوش بکنید و نگاه بکنید و تکرار کنید. اینجا نوشته شده است که صورت یا عکس یا صورت. اسرتون یعنی که خانواده یا خویشاواری نزدیک. جدون یعنی که بابا یا بعضا پدر بزرگ، پدر کلان میگویند، بابا یا پدر کلان. جدتون ماما یعنی که مادر بزرگ یا مادر کلان. جدتون ماما یا مادر بزرگ یا مادر کلان. پس در اینجا میگه معلمتون یعنی که معلمه، استاذه. طالب، والدتون مادر، والدون پدر. ببینید والدتون از والدون فقط یک ت فرق میکند و خلاص. این ت که باشد مادر میشود، ت که نداشته باشد پدر میشود. پس میگذاریم به تدریب.
در تدریب میگوید که تدریب یعنی که مشق، صل بین الکلمتی و صورت المناسبتی. صل یعنی که بچسبان بین الکلمتی، بین کلمه، و صورت المناسبتی یعنی که صورتی که مناسب هست. پس اینجا ما شما میبینیم که کلمه هست و صورت ها هست. کلمه و صورت ها هست. ببینید در اینجا کلمه نستگیست که جدتون، در اینجا نستگیست که جدون، و اینجا صورت موسفید هست و اینجا صورت کمپیر هست. پس همین را جدتون کدامش هست؟ این جدتون هست یا که این را باید خودتون کار بکنید. در این قسم دیوم میبینیم که اسرتون والدون، اسرتون خویش و تباری نزدیک یا خانواده، والدون یعنی که پدر. اینجا کدامش پدر است؟ اینجا شما خودتون باید کار بکنید. اینجا همچنین است که معلمتون و صورتون. معلمتون استاذه، معلمه، و صورتون عکس یا صورت. اینجا کدامش صورت است و کدامش معلمه، باید خودتون کار بکنید. والدتون مادر، طالبون طالب استودنت. پس اینجا کدامش مادر هست و کدامش استودنت هست. پس این 4 نقطه هایی که میبینید باید به یکدیگر بکشید. مثلا اسره و والدتون، همین اسره این هست یا این؟ کدامش که هست در اینجا باید شما چیکار کنید؟ خطش بکشید. خط کشیدن این وظیفه شما هست برای فهمیدنتون، برای درک کردنتون و برای دانستنتون. پس این بود درس 7 ما و شما از کتاب العربیت بین یدیک. و از یک و یک شما خواهش میکنیم که این درس ها را چقدر با دقت باشید و چقدر با اهمیت باشید و حفظ بکنید به مثل نام هایتان، تا اینکه گپ زده بتوانید، تا اینکه امتحان ده بعد از بود کردن بخش دوم باز انشاءالله شما را به واسطه واتساپ امتحان خواهیم گرفت. هر کسی که از امتحان گذشت و در آخر بعد از بود کردن این کتابی العربیت بین یدیک کوشش میکنیم که برای شما شهادت نامه از جایهایی که تعلیم زبان عربی میتین از اونها برای شما گرفته پیشنهاد بکنیم که شما هم الحمدلله یکی از خوانندگان زبان عربی بودید و زبان عربی را از خود کردید و زبان عربی را آموختید. براتون پیشنهاد بکنیم، اینش را از الله تبارک و تعالی طلب بکنیم که برای ما و شما نصیب بگرداند. اگر هرچند که شهادت نامه هم گرفته که برای شما پیشنهاد کردن نتوانیم، خلاصه این هست که ما و شما زبان قرآن، زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم را از خود کردیم و با خود داریم. این فضل و کرمی بزرگی می باشد. و درس امروزه را در اینجا به پایان می رسانیم و یکایک شما برادران و دوستان را به الله تبارک و تعالی می سپاریم تا درس آینده. الله حافظ و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.